بیا ایست. نباید. خیردین مقابلی موج دریا شناده. عاقبت این کار بخیر نیست. با دست خودت عائلت را غرق خواهی کرد. تو هم بیهوده جان کنده ایستاده ای غالی. فرزندها رو جدا کرده نمیتوانی. نمیگذارم که با مقصد برسی. و چه اعتماد کرده این سخن را میگویی؟ حتی منزلی نداره که سرت را گذاری. با عائله هم باور دارم. اگر عائلت باقی مانده باشد، عائله استوار باشد، خانه ساختن آسان. پدر چی گپ شد؟ یاسمن با تو چی شد؟ حالا بعد میفهمی. یاسمن تو اینجا چی کار میکنی؟ پدر از اون راه زنهای در بالای سرم مانده اتان گریختم. اکنون به مقصدم میرسم. این خیل باشد به تو خبری بد دارم. متاسفانه آرزوهایت به باد رفت. اکنون آنها سرپناهی ندارند. کاری کرده اتان رو کردید پدر. دیگر شما رو نمیبخشم. جوان مرد، و تو آخرین امکان میدهم. بگو جدا میشویم. در حال قرار دادستان را میدرانم. به خوبی در خانه‌تان زندگی کنید. حجت‌ها را نیز در آنجا میپرتایم. امیر، عقلت رو کار فرما. روزی شو. پسرم امیر، عائلت رو فکر کن، پدرت رو فکر کن. مایلش رو فکر نکنی، هم فکر جنهایت رو کن. ها؟ اصلا در نزد تو سرخم نمی کنم. از یاسمن هم روی نمی گردانم. خدا جزایت رو دهد. پدر صبر کنید. این کاغذ را نابود کنید. این آدم ها را با حالی خودشان گذارید. نمیخواهم یکون کسی دیگر را عذاب دهم. به خانه همون برمیگردم. چی؟ تو چی ها میگویی یاسمن؟ پدر به سخنهایتان راضی هستم. من از باری امیر میگذرم. شد اکنون همه به خانهتون برگردید. من از عشقم دست کشیدم. وعده میدیم که دیگر با امیر وان نمیخورم. وعده میدی؟ یاسمن خاموش باش. من قرارم رو دادم امیر. راهی درستش همین است. خدا به تو انصاف دهد. قول میدیم پدر. خدا را شکر. خدا را شکر از این بلا دختر خلاص شده. یاسمن دیگر بابای گپ نزد، بس است. خیلی خوب، قرار خوبی کردید. شما نیز اکنون سند رو نیست کنید. از دوایتون دست کشید. سند رو نیست میکنم، اما مبلغی که برای گلخانه دادم آن را کی پرداخت میکند؟ در پیشانی من احمق نوشته شده است مگر؟ شد، باقی مانده‌اش رو من پرداخت میکنم. 500,000 بود. بیار امضا میگذارم. سند دیگر رو نیز امضا میکنم. برادر تو به این کار دخالت نکن. چی خیلی دخالت نکنم؟ عقلت رو کار فرما، همه امان نجات میابیم. دخترم رو شنیدی، او از بحر تو گذشت. تو هم او را ترک میکنی. مبلغی گرفته‌تان را پرداخت میکنید. راضی هستید؟ از برای خدا راضی هستیم. بگو راضی هستیم. به خانه امان درآییم. خوش. میدانم برای چی این کار رو کردی، اما این کار رو همیشه نمیمونم. بیار سند رو امضا میکنم، اما بعد از کندن قرض با تو حساب و حسدی مخصوص دارم آقای غالی. تا آن وقت کی زنده است و کی مرده؟ فراموش نکنم، سند را روان میکنم.
امیر با پاک وجدانی تو ما هم باور داریم غمگین نشو. بچه جان تو گریه نکن. شرم رو افتاده نشو. دخترم یاسمن نخواست در این وضعیت آیله برپا کند. بنابر همین تو رو باید فهمی آخر. صبح بخیر. صبح بخیر. کمی خوبم برده است. اینجا 2000 لیره. چقدر که کار بکنیم باز پول نمیرسد. پسرم خانه کلان در گردش است. در این زمانه آسان است. پدر چای میخواید؟ چای ریزم به شما؟ نه دخترم تشکر. تا آخری ماه 4000 دیگر یافتن لازم. شرف گفتنیم که من هم کار کنم. تو چی میگویی؟ بین هم کودکو در مکتب هستن. به تو کمک کردن میخواهم. فریده حاضر آدمانی تجربه داران رو به کار نگرفته ایستادن. به تو کی کار میدید؟ خودت میدونی چقدر که میخوایی کار کن. نگاه بینی کودکو رو فراموش نکن. بی توجه نمیگذارم. خواطر نشو. از اوده همش میبرویم. از شیشتن بیهوده فکر کردن فایده نیست. من رفتم. من هم به گلخونه میروم. رفتیم امیر. مایل شرف. شب و میخوریم. برای کار خیر نباشد. سلامت باشید. خوش باشید. فکر کار کردن از کجا به سرت آمد؟ اینقدر کاری خانه رو خوش دامنت میکنم. مادر چرا چنین میگویید؟ من هم سهم گذارم مگر بد است؟ خواطر نشوید. با کارهای خانه هم وقت مییابم.
من به تو یک چیز میگویم، دردی تو کار کردن نیست، از کار خانه گریختن است. میدونم. الو پینور سلام، من فریده. میخواستم با تو درباره کار صحبت کنم. گفته بودی که کار مییابم. مالش تمام، میروم. مگر نفر دنبالت است که اینقدر شتاب داری؟ هر یک فرصت رو به دست آوردن میخوری. زود میایم، ما در خواطر نشوید. یک لقمه نون هم نخوردی. و خودم میترسم که در یگانجا بیخوش میشوی. از لقمه حرام خوردن نخوردن و پاک مردن بهتر است. اپا مبالغه میکنی؟ اپای جانان، به خانم بگویید که کاری را که نمیفهمد دخالت نکند. این کارت خوب نیست. غمگین شدم. اپای خواهر قهری میشود، مگر این کار به شما نمیزیبد؟ میدونم که بودمی شعر باز دارم، لیکن خودم رو اداره کردن نمیتوانم. سحر به خاطر او تا جای کار میشتابم. وقتی که او را میبینم تپش قلبم دیگر میشود، دست و پایم به هم میپیچد. عشق احمقی. مایلش بد گپ میزنیم. تو کی اومدی؟ بر وقت اومدم. یعنی چقدر شنیدی؟ سخنهای در کاریش را. شرف مرا ببخش، من نمیدونم که چی گفتم. اگر خواهی هیچ گپ نداره. انسان باید دلش رو با شخص نزدیکش گشاید. من هم بیگناه نیستم، مشترک کار میکنیم. بهترش تو گفته هایت رو فکر نکنم، من شنیده هایم رو. مرا جنگ نمیکنی آخر شرف؟ خدای توبه پینار، تو باشی آدمی نزدیکت را جنگ نکنی؟ جنگ نمیکنی؟ یعنی؟ تشکر. خوش آمدی فریده. مشتری آمد، من باید با او صحبت کنم. دست شده بود که چونی خندت رو ندیده بودم. فریده، پس معلوم می شود که 10 سال خرسند نبودم. بیا رفتم مسئله کار تو رو حل کنیم. فریده، بیا رویم. لیلا کودک رو نمیخواهد. این خیلی نگو. از او هیچ انتظار نبودم. شد مغزو رو ایواز میکنه. خیلی مایلش. یک خشم راهبر دکان است. با او درباره تو حرف زدم. کار کردن میخواهد گفتم. راضی شد. سلامت باشی. به تو چی خوبی کنم نمیدونم. این خیلی نگو، هیچ گپ ندارد. دوست برای چی است؟ در استانبول برایم از همه نزدیک شمایی. تو و شرف. به شما اگر دستی کمک دراز کرده توانم خود را خوشبخت میدونم. تشکر. به تو باور دارم. به فکرم بهترین قرار. مسئولیت را کمی تقسیم میکنی. شرف هم کمی براحت میشود. روزهای آخر بسیار غمگین است. در خانه هم همین خیر است. بسیار سوالش مده. به حال خودش گذار. با یک چند کم بودی ها سر و کار دارد. با صبر از عهده همه کارها میبرایی. سلام.
سلام. این همان دوگانه‌ام که درباره‌اش گفته بودم. خوش آمدید. خوش باشید. با اجازت شما. بیایید همراه یک پیاله چای نوشیم. نه، من باید در حال به گلخانه روم. شما میان خود صحبت و مصلحت کنید. مصلحت میکنیم. تو خواتیر نشو جونکم. مایلش نباشد. دیرتر با میخوام. مایلش؟ خیر. او بخشید نام شما؟ فریده. خیلی خوب. من باید شما رو آگاه سازم که این کاری آسان نیست. هیچ گم نه. باید کار کنم. این طور باشد خیلی خوب. خوش آمدی آقای خیرالدین. بخیر است که خندان روی مینمایی. موقتا در انقره کار یافتم. رحمت به شفیق. آقای خیرالدین کار گفتم مرا خواتیر میسازی. چند روز شد از بیمارخانه بر اومدنت رو و صحت نشده کار کردن میخوایی. خانم من بیمار نیستم. پگاه به انقره میروم. لباسهایم را جمع کن. یا خدا شما صبر کنید. فرزندان مبلغ را جمع میکنن. نمیشود خانم. در یک جا نشسته تماشابین بودن نمیخواهم. من هم رفته کار میکنم. خودم را اداره کرده نمیتوانم. سحر به خاطر او تا جای کار میشتابم. وقتی که او را میبینم تپش قلبم دیگر میشود. دست و پایم به هم میپیچد. خوش آمده. خوش باشید. شکر که برای فریده جای کار پیدا کردم. راست میگویی؟ شکر که خیلی شناسهای زیاد دارم. خدا به او قوت دهد. از دستم آمده رو من کردم. در اصل این رو تنها به خاطر تو کردم. به خاطر من؟ نفهمیدم. به خاطر خورسندی تو به همسرت کار یافتم. بار زندگیت کمی هم باشد سبک می شود. میخواهم دائم در لبانت خنده باشد. تنها خورسندی تو رو میخواهم. تو که خورسند باشی همه چیز دیگر می شود. گوش کن. تجهیزات را استفاده برده میتوانی؟ به زندگی کرده میتوانم. با پاسخ احتیاج دارم. کدام کارتان معاش بلند دارد؟ این طور باشد با میزی درز ملکنی گذر. اونجا معاش زیادتر است. با سر هر یک لباس مبلغ الهیده میدهم. مخفول است؟ تشکر سلمه خانم. خانم نگوی مرا. اپای سلمه بگوی بس. من آیشه را جیغ زنم و تو کار را نشان دهد. خیر موفقیت به تو. تشکر. چگونه با یک عمل همه را برباد دادی؟ من از برای تو به همه کار قادر بودم. پدر من بس خانه هایتان روزی هستم. من از بری امیر میگذرم. کمیسرم در فکر فرو رفتیم. اون آدم در آمد. فهمو. یوسمان با کجا؟ همین خیلی میبرایی. یگون لباسی گرم باش خنک میخوری. اپا کلیدت رو فراموش کردی. از شما شود. از این پس به ماشین احتیاج ندارم.
مرحمت. خدا میآوردم تشویش کشیدی دختر. هیچ گپ نه. درز مول کنی دشوار است. باز نگویی که نگفتم. دستانت درد میکند. بو یکی از بخور میآید. موی سر رو هم ویران میکند. بهترش نپرس. اما آهسته آهسته عادت میکنی. تو هم عادت میکنی. خانه بودگی ها هیچ گپ نداره. مانده شدنم رو هم نمیفهمم. روزهای آخر وضع اویله‌مون خوب نیست. اکنون از آن خرسندم که به شوهرم کمک کرده میتوانم. گرسنه نمانی شرف؟ با آشپز یگان چیز سپارش دهم. بسیار خوب که با یادم آوردی. خوراکخوری را هم فراموش کردم. اگر تو نمیشدی با یادم نمی آمد. با جان دل همه وقت با یادت میارم. حتی صبحانه رو هم. کاش که خوراک شام رو هم با یادت آورده توانم. چی گپ باشد؟ با آشخانه زنگ زن. برای من شوربای گرم سپارش ده. مایلش زنگ میزنم. مگر من اینها رو به ینگم نمیگویم؟ خوراک به نمک دست. بله به نمک. نمک رو ده. مرحمت گیرید. تشکر. بسیار نرزید. شور شد. آب رو گیرید. چرا خوراکت رو نمیخوری؟ در خانه کودک‌ها گرسنه هستند. نهاری نکرده بودند. بگاه وقتی رفتن به آنها میبرم. پس خوراکی مرا هم به آنها ببر. من نه وکک خورده بودم. نه خواهر. تشکر لازم نیست. با شکمی گرسنه کار کرده نمیتوانی. من هم مادرم. مادر رو میفهمم. گریه نکن جانم. اهمیت نده. تو رو ناراحت کردن نمیخواستم. ایخی نگو. اگر دشواری داری بگو کمکت کنم. یک شوهری به ناموس دارم. هر روز دیوانگی میکند. من میبرایم. در بانک کار دارم. خب خیر نباشد. ها شرف. ناگفته نماند. فکر نکن فربه نیستی. چی؟ وقتی آمدن دیدم که بطنی خود اهمیت میدادی. این خیل مردها رو عاشق کش میگویند. از تو عذر میخواهم اگر بگویم خیلی زیبا هم هستی. واقعا فریده زنی خوشبخت است. السلام علیکم. و علیکم السلام آمک محمد. خوش آمدید. برای گرفتن گل آمدم. امر کنید. استغفرالله فرزندم. امر نه، از من تنها خواهش. مرحمت بیاید به گلخانه میرویم. تو چیکار کردنی هستی؟ نفهمیدم. خودت را به نادانی نزن. درختی مکر زن صد ریشه دارد. فلک از دست زن اندیشه دارد. نمیدونم که با چی دلیل سخن میگویی، اما شرف با من همکار است. حتی برادرم برین. آنچه که فکر میکنی میانی من و شرف نیست. اما دیده های من برعکس سخن هایت. گوش کن مرا، قدمت را دانستم. از من گفتن وگرنه رفته همش رو به ینگم میگویم. خدایا توبه. بازین از کجا پیدا شد؟ میدانی زیبایی در گل نه فرزندم. زیبایی در ذاتی است که گل را زیبا گردانده است. گل بلبل را و بلبل گل را عاشق میکند. اگر گل در ذات بلبل عاشق باشد پس محبت میآید و در دل او جا میگیرد. بلبل عاشق شود، در چهره گل مرواریدهای عشق میریزاند. بهار میگذرد، فصل خزان میآید، برگ ها میریزد. بلبل در میدان نالان میماند. در وصف گل چقدر سخن زیبا گفتید. گل هم زیباست، بلبل هم زیباست، اما این هر دو در جای خود نفس میکشند. نفس انسان بسیار بد است. اگر لجامش را به دست نگیری آن تو را به پستی ها میکشد. بعد مثل مگس میشوی و بالای همه گونه
افلاسی نشستن میگیری. انسان نباید خود را چون مگس بیقدر کند. یک قدم زد آدم در ذوقی نفس، شد فراقی صدر جنت توقی نفس. اما که محمد این سخنهای شما رو چی فهمد؟ در یک زمان شخصی خدا ترس و تقواداره گفته بوده است که اگر سلسله فیلم می نویسم آن را انسانی فریفته می نامیدم. وقتی که آدم فریفته شده ای را می بیند و یا فریب کننده ها را سری کار می شناسد، اگر خدا ترس باشد، خواه ناخواه می خواهد که حرفی بگوید. اگر از خدا نترسد این حالت او را خوشحال می نماید. مرحمت. یاسومان چگونه مرا از لافی خاطرت فراموش کردی؟ حالان که من برای تو از همه کس روی گرداندم. لبای کمی سرم مرا گفتی؟ نه، شدکنم خوراک را من گرفتم در ظرف. انسانی خوب هستی. گریه نکن. تشکر. با تو چی شد؟ گریه نکن. این خیلی گریه کردن گرفت. کار کردن نمیتوانی. شد تمام. گریه نکن. بس رفتیم. دست رویت رو میشوی تمام. رفتیم. بگیر. شوهرت بیکار است مگر؟ نه، کار میکنن اما برای ما نه. پس برای کی؟ بالای من با زن گرفت. فرزندانش را چشمی دیدن ندارد. یا خدایا. از دهات زن گرفت، به خانه آورد. من هم دیگر پیش مردم برآمدن نتوانستم. این طور نکن میگویم اما گوش نمیکند. خودش میگوید که با آن زن خوشبخت است. افسوس، صد افسوس. معلوم می شود که 10 سال پیش نبوده. فلاکت در گردم چرخ میزد، اما چشمانم کور و گوشهایم کر بود. نفهمیدم چی خیلی؟ همه میدونستند، تنها من از این گپ بیخبر بودم. بعد فهمیدم اما گفتن نتوانستم و در آخر گرفته به خانه آورد. تو خودت رو به دست گیر. من کار دارم، نمیخواهم از باوری برایم. الو فریده، تو از کارت راضی هستی؟ این خیلی که باشد مبارک شود. اگر کم بودی شود، شرم نکرده با من زنگ زن. مایلش برای کار. تشکر. چرا تو حال نبر اومدین؟
بیایید خاله دستتون رو گیرم با کجا میرم؟ بابا دخترم مایلش آیسته روزتان خوش باشد. روز بخیر. آنهای عملی نیک میکنند که قلبی پاک دارند و دوستدار خداوند هستند. استغفرالله بید اماکی محمد امیرکوری خوب کرد که من رو به شما شناس کرد. احتیاج به نصیحت های شما رو دارم. قلبی که تپیشش خوب نیست رفتارش هم خوب نمی شود. من رفتار خیری تو را دیدم همان را میگویم. دعا کنید اماکی محمد بسیار غمگین بودم سخنهایتان به دردم الهم شد. دریا بی موج نمی شود و قلب بی محبت. محبت این همه را از خاطرها تازه می سازد. انشالله. مرحمت خانم. تشکر. بیایید رویم خاله جان. رفتیم. آقای خیریدی این کاری کردت رو ببین. تو در آن جای ها چی کار داری؟ بخیر است مادر؟ سفر ها با کجا؟ چی خیل سفر؟ من باید از به بازار می روم. پدرتان می رود به انقره برای کار. در این سین و سال چی کار باشد؟ در حقیقت کار یافتید؟ شکر زیاد تا بنده به تنگ نهایت خیزر نمی آمده است. شکر یک رفیقم دستگیری کرد. کلین هم کار را سر کرده است. من هم صبح به انقره رسپر می شوم. باز یک ظرف دیگر شکست. عاقبتش رو بخیر کند. معلوم می شود که در این خانه یگان ظرف نمی ماند. تصادف است نباید خانم. حالت انسانی است. من هم چیزی نگفتم. ندیدی که بیچاره با کدام خستگی به خانه آمد؟ هیچ نباشد معاش گرفتهش به قدر ظرف شکستهش باشد. تو بوی چی میکنی؟ به مثل لطه ساخته شده. فرصتی شستن نشد شرف. نو به خونه اومدم. روزو شوی استخونی بینیم رو شکستی. چگونه بوی هستن؟ تو در کجا کار میکنی؟ در اخلاصا؟ تو در کجا کار میکنی؟ در اخلاصا؟ این چه آدابی سخنرانی؟ فرزندم من با تو اصول سخنرانی رو ناموختم مگر؟ چه؟ دختر بیچاره از کار آمده است برای ما خدمت دارد. بسیار بوی کرد طاقت کردن نتوانستم. برای نشکستن قلب هزارها راه است. زنی که روزی دراز درزمال میکند مگر از وی بوی گل میآید؟ خودش کار کردن خواست. من از کجا دانم که در چنین جای کار میکند؟ کلینم کوشش دارد که قرضهایمان را پرداخت کند. درسترش کوشش دارد که عیبهای ما را پوشاند حالان که مجبور نیست. میتوانست بوی گل کرده در خانه خواب کند. رو دلش را یاب بخشش بپرس. چی نگاه داری؟ برای بخشش پرسیدن اومدم. بوی میکنی گفتنت رو بخشیدم شرف. اما بهانه تو چیزی دیگر است. خدایا توبه. باز چی کار کردم؟ من مادری دو فرزندی تویم شرف. خیر. امروز در گلخونه گفتی که 10 سال می شود که خرسند نیستم. من مگر بار تو رو خرسند نکردم؟ همه برای خرسند شدن اویله دار می شود. من هم اویله دار شدم. در اول خرسند بودم اما چی؟
امشب من در دیگر جای خود میروم. این چی منی داره شرف؟ با کجا کوچیده ایستاده است؟ در دیگر حجره خواب می رود. چی سبب شد؟ تو بیمار هستی یا خسته؟ نمیدونم مادر، نمیدونم. گوش کن فریده، این رفتارت رو خوش نپذیرفته. از من گفتن احتیاط باش. جدایی چنین آغاز می‌یابد دخترم. نفهمیدم. امروز از حجرهش جدا شد، فردا از تو جدا می شود. فکر کن. کنی بخون دخترم. چی نوشتند؟ چشمم نمیبیند. در یک روز قشق اصل دردمندی رو کم میگرداند. کاش که من هم یا با ما استفاده کنم. دردمندی زانو مرا میکشد. تشکر. ساعت 9:30 شد. وقتی خواب کردن آمد. خانم های اختیاری باز می آیند. خواهر ما باشه. دیر شد. وقت خیلی گذشت من نفهمیدم. فردا باز می آید دخترم. خاله جان از این پس همینجا می شوم. صبح می خوریم. شب بخیر خاله جان. سلیم، من نادرست کردم. باید نمیگذاشتم که رود. خودش خواست از کمیسرم. طرفی پدرش رو انتخاب کردم. از دستتون چی میوید؟ این قرار را با خواهش خودش نداده است. زیر فشار بود و مانع شده نتوانست. حالا هم دیر نشده است مگر؟ میتوانید ببینیدش. او را باید ببینم. باید دانم که در حقیقت از من دست کشیده است یا نه. فردا وا میخوریم. فهمو کمیسرم. به هر حال احتیاط بکن. او را خوب میشناسم. نه اونقدر آدم خوب است. خواطر نشو. خانم جانم، یاسومن. چی شده است با یاسومن؟ شما در اینجا چی کار میکنید؟ یاسومن در کجاست؟ من هم در کجا بودنش رو نمیدونم. شب به خونه نآمد. نآمد؟ چی خیر؟ در کجا باشد آخر؟ شما جایش رو نمیدونید؟ من چیزی نمیدونم آقای امیر. شاید در خونه دوگانه‌اش مانده است. من توصیه میدهم که حالت را باز بدتر نکرده آتش محبت خودتون را خاموش کنید.
گوش میکنم. جناب از شرکت فاتح زنگ میزنم. برای خانم پینار تحفه میفرستم. خواهش میکنم نشانتون رو دهید. تحفه گفتید؟ چگونه تحفه؟ کی روان میکند؟ نمیدونم جناب. فردا زاد روزی خانم پینار بوده است. تحفه به همین خاطر است. فهمو، حاضر سراغ رو میدیم. می نویسم جناب. سلامت باشه جناب. نشانه رو نویستید؟ بله. در قوطی توفه چونین نویسید: دختری جانم تو رو بسیار دوست می‌دارم. از نام مادرت. فهمو. مایلش برای کار. سلامت باشید. اپی سلما، از اون زن بیچاره خبری هست؟ احوالش چی شده باشد؟ به بیمارخانه زنگ زدم، جوابش دادم، لیکن شوهرش ضربه سخت زده است. چی؟ به این هم میدونستم که روز شوهرش رو زده و سر ما بلا خواهد آورد. میانی زن و شوهر رشته یک مراتب که کند پیوست شوی آن دشوار است. خیر برای کار. تشکر به شما برای کار. سلامت باشید. نصیب کند. خوش آمدید. کمک کنم. چگونه آرایش میخواهید؟ برای کی میگیرید؟ برای زادروز یک خانم. به این هم فهمیدم برای زن. چگونه زن؟ خواهرتون، رفیقتون، همسرتون؟ رفیق یعنی مشترک کار میکنی. خانمی زیبا است. چیزی که بپوشد زیب میدهد. این چی خیل؟ زیبا است. خیلی زیبا است. باوری دارم که رفیقتان معقول میکند. همین رو دیم؟ مایلش در یک قوطی زیبا گذارید. ثبتش رو گیرید. البته در قوطی میگذارم که توجهتان رو قدر کند. روزتان شد. استخونی بینیم رو شکستید. چه است؟ چی شد فریده؟ یگان کمبودی هست؟ اپی سلما، خواهش میکنم مرا به بخش دیگر گذارانی. گوش کن، درز ملکنی رو خودت خواستی فریده. من این کار رو کردن نمیتوانم. نخواهی کار نکن. نه میخواهم کار میکنم. خسته نباشی. تشکر. تو عطر خود رو مخصوص انتخاب میکنی. زن باید همیشه خوشبوی باشد. هر زن موافق طبعش عطر انتخاب میکند. خریدار آمد. حاضر میبینم. مرحمت، خوش آمدید. خوش باشید. نهالهای گل را دیدن میخواهم. تشکر دخترم. اشتیایتان؟ تو رو در اینجا بار اول میبینم. نو آمدی؟ نشناختید مرا؟ اکنون به یادم رسید. در این سن و سال در خاطر نمیماند. هیچ گپ نه خاله جان. در حیات از فراموش کردن چیزهای بدتر است. اینجا کار نکن.
میونی اینقدر پیرون سالون دردمندها چی کار میکنی؟ با دوستانت باش، حیاتت رو خوش گذران. چقدر شکر اندازم؟ تو شکر و نمک رو مان کنی نقل کن چی دردی داری؟ در چشمانت دردی محبت میبینم، همین طور نه؟ نه، کمی دردش مونده است لیکن محبت نیست. محبتم در قلبم مرده است. دختری جان من که میبینم معلوم میشود که چقدر گور نکرده ای. در عقل و هوش و گوشت مونده است. آن جوان کیست؟ چی کار است وی؟ янга بخیر است؟ ёсуманро намеёбам. дишаб ба хонаашон ҳам наомода аст. хавотир шуда истодам. агар тавонед бо модаратон суҳбат бикунед. шуд. ман аз ин корро мефаҳмам. хавотир нашав. саломат бошед. шаб бахер. فریده خانم آمده رسیدی؟ زود دسترخوانро کش و کودک‌ها گرسنه نماندند. دخترم امشب جدا خواب کردنت را نبینم. میانی زن و شوهر جدایی میاد. خواطر نشوید مادر. تو چرا تبسم داری؟ همه دندان‌هایت در بیرون. شرف دیشب مرا رنجانیده بود. امروز برایم تحفه گرفته است. تحفه گرفته است؟ آفتاب از کجا برآمده باشد؟ یا پروردگار؟ چرا میکوبی؟ تلفنم رو میجویم. ببینیم پسرم چی تحفه آورده است برای تو. برای سپاریدن فرصت جستجو دارد. فرصت جستجو دارد؟ از برای خدا آخر شما 10 سال است آیله دار هستید. چیزی که دادنی باشد از پیشی در میدهد. آویزون کن. مادر جانم به من عطر روان کرده است. معقول شد. از کجا فهمیده است که چنین عطر به من معقول؟ انسان را بغیر مادرش کی زیادتر میشناسد؟
دوست داشتهش میشناسد. مادامی که امروز زادروز است من تو را به خوراک نصف روزی دعوت میکنم. با این خوراک نصف روزی خلاص نمیشوی. خوراک شام میرویم. باز کارهای گلخانه رو به آخر رساندن لازم. مایلش خوراک شام میخوریم. در روز تولد تو رو نمیرنجانم. مادر همون شوهری تو کاری نیست که نکرده باشد. در آخر به این جایها هم آمده رسیدی. مادر خواهش میکنم شنید، من شما رو دعوت نکردم که با من خرخشه کنید. شنید؟ پس چرا من رو جیغ زدی؟ فکر کردی که تو را در اینجا دیده خرسند میشوم؟ یاسو من رو دیدن میخواهم. او رو از شما پرسم، گفتم در کجا باشد، با چیکار باید؟ دردت رو فهمیدم. از من سخن جمع کرده به برادری شوهرت میبری. مادر به نام خدا یاسمن به من شخصی نزدیک است، خواطر شدم. قسم یاد کرده است، از این خاطر جواب نمیدهد. برای قسمش رو نشکستن در خانه نمیگنجد. به کجا میرود؟ من از کجا دانم فریده؟ اینقدر میپرسی؟ به مکانی بپرستان میرود. اختیارا خدمت میکند. من در حال به خانه میروم، آماده میشوم. آقای میتحت خوراکی شام میبرد مرا. تنها میروید مگر؟ افسوس که نشی هم میآید، اما مهم نیست. روزهای تنهای حالا در پیش. مادر من میروم. تو هم رفته خودت را به ترتیب دراری خوب میشو. این چی احوال است؟ چی شده است به حالم؟ موی سرت همه پریشان. مگر زنی شوهردار را چنین حال زیب میدهد؟ به خدا شوهرت میبودد طلاقت میدادم. امروز کار خیلی زیاد، بسیار مونده شد. اگه استراحت میکنیم. نوش جونتون. تشکر. روزی تولدت مبارک. این رو برای تو گرفتم. راست میگویی؟ چرا زحمت کشیدی؟ تحفه خورد است، اما امکانهای بوده را خودت میدانی. خیلی زیبا، بسیار معقول شد. ذوقم را درک کرده ای. من این را میدونستم. چی رو؟ آن چیزهایی را که من معقول میکنم. چی خیر؟ زیبیده است؟ خیلی زیبیده است. تشکر، به من پسند آمد. اوچا هم اومدن. اوچا جان شما چه خیلی زیبا شده اید. اوچا جانی زیبایی من. جو نکنی من؟ موی هایم به شما محکوم شد؟ خیلی زیبا شده اوچا جان. بله خیلی زیبا شده اید. وظیفه های خونگی تا رو کردید؟ حالا میکنم اوچا جان. نه نکردیم. این خیلی باشد راست به سوی حجرهتون. معلوم شد که فریده خانم برای چی دیر میکرده است. کار میکنم گفته همه پول رو برای خودت صرف میکرده. مادر خواهش میکنم کمی مرا هم فهمید. گفتم که کمی خودم رو به ترتیب آرم. چه خیر؟ خیلی خوب. این شب شرف به فکرم هدیهش رو میدهد. همین خیلی فکر میکنی؟ این کار با زیبا کردنی موی نمیشود. دسترخوان رو آماده کن، حاضر میآید. شد تمام. حاضر لباسایم رو عوض کنم.
مرحمت مرحمت جناب مرحمت جناب خانم به من دیه جناب ببخشید با اجازت شما در حال می آیم. پدر اینجا مکانی خیلی زیبا بوده است. آفرین راستی من هم مقبول کردم. الو فریده گوش کن مرا شوهرت رسوایی کنی خوب می شود شرف با یک زن خوراک می خورد حتی خندیده صحبت دارد این چی گپ است فریده من نمی فهمم چشمانت رو کشو همچون مادر تو را آگاه می کنم دیر که شد آبی دیده ات رخسارت رو می شوید شاید با یگان خریدار ضیافت داشته باشد. غمگین şuradan. Alplerde Eylül ayı. Yaz dağ çayırlarında uzun kaldı. Yüksek vadilerde sabah sisi bir ot kokusu taşıyor. Ve dik yamaçlar yüksek seslerin ekosunu yansıtıyor. فالوکادر گیردم چرخ میزد اما چشمانم کور و گوشهایم کر بود. حتی خندیده ایستادم. فالوکادر گیردم چرخ میزد اما چشمانم کور و گوشهایم کر بود. شرف تو چرا خواب نکردی؟ تو رو انتظار بودم. چرا تلفنت خاموش شده است؟ من در ضیافت بودم. چی باید به تو گزارش دهم؟ با کی بودی در ضیافت؟ کی بود همراهت و زن؟ چی کار داری فریده؟ ضیافتی کوری بود. و تو چی شد؟ چرا چنین سوال دادی؟ با خود بیا.